یاد بگیری؟ من اگه یه سوزن داشتم شماره می‌دادم. بابا خودشم خبر چرا؟ من چون ماشینم چیز دو دره باید عقب وانت بشم. وانت ده گوسفندم من. سلام، خیلی مخلصم. کوچیک همتون عابد تبریز. آقا اول به افتخار خودتون یه دست بزنید انرژی بگیریم. مرسی. من اول بچه‌ها رو معرفی کنم، بعد مهمون عزیزمون نفر اول تشریف بیاره. خودتون معرفی می‌کنین؟ آرامیسم، مدلم و برند پوستی دارم. چند سالتونه؟ 27 سالم. خیلی خوشبختم. سلام، پارمیدام، 23 سالم. شغل؟ نه. بفهمید. سلام، المیرام، فیلم بردار، 28 سالمه. خیلی مخلصم. سلام. سلام علیکم. سفیدم، 26 سالمه، بلاگر. ارادتمندم. قربانش. سلام، رحم، 20 سالمه، ناخن کار. خیلی خوشبختم. سلام، مهندسم، 23 ناخن کار. زیاد خوشبختم. مرسی، به افتخارشون یه دست میزنیم. من ناهار بهشون ندادیم. از امین عزیز دعوت میکنم بفرمایید. خوبی، سلامتی. من شما رو میشناسم، واسه دوستام خودتون رو معرفی کنید. من 25 سالم. 25 از من کوچیک‌تر بود، معاشم بلند. یه باری ببخش. از من کوچیک‌تر بود، معاشم بلند بود. نه داری شما؟ بله. من دارم. میکروفون رو میگه. آها میکروفون رو دارم. بچه اینجا گرفتی. خدا رو شکر شما رو کنسل کردید چون اصلا واجد شرایط تایید نبودیم. واقعا خیلی بچه‌تی که آخه یه جوری شده اینستا اومده همه یا مدلن هم بلاگر. چی میگی بابا؟ چرا ترسیدی؟ داره بعد لپتو کشید، در مورد بلاگر حرف نزن. این اولین باری بود که با تو من کلا صحبت کردی. کنکلی. این اولین باری بود که اینجوری با من صحبت تو کردی. خودت سری بعدم. دوم واقعا ناراحت میشم. واقعا نشو بردار راحت شد. آرایش میکنی لپات قرمزه؟ بله. جدی بله. خجالته. موهات گلگیسه. من اینجا میخوام پوستش چیز کنم اینجوری ای باشی. جان، ای جان. ولی جان. این تتوی گردنت خیلی کنسل بود واقعا. من خودم اونجا بودم تو اینجا، من حتما تو رو کنسل می‌کردم. این که معلومه داری آتیش میگیری بابا. اینو آتیش همه آتیش. دوست دارن. کی دوست داره؟ حالا دیگه تو که اصلا بابا سیست کنسل. شما حرفی نداری؟ خوشم بعدا میفهمی چرا کنسله. سوال نکردم. هنوز خب. شروع نشد. سر کار میری؟ بله. چه کاری؟ من فیلم بردارم. درآمد ماهیانه؟ بستگی داره. آره دیگه. آفیش باشی. زمستونش. چون فیلم برداری رسومات میکنم تابستون. تو رابطه هستی؟ نه نیستی. نیستم. زیاد آخه زیاد تو رابطه نیستم. یه کم تو رابطه. معلومه خیلی اولیه. مدت زمانی که با یه فردی بودی، بلندترین مدت که با یکی تو رابطه بودی چقدر بود؟ 2 سال بود تقریبا. 2 سال. جا میگم اون چه بدبختی بوده. که با ایشون تو رابطه 2 بود. سال زیاد شما بلندترین رابطه‌ای که داشتی چقدر بوده؟ من رابطه نداشتم. خدا رو چون شکر. خوشگل دوست داشتم. آره هیچکی بر نداشت. نه بابا. آفرین. تو زندگیت مامانتو بیشتر دوست داری یا عشقتو؟ مامانم. بزن به افتخار مامانم. اگه با دوست دخترت قهر کنی، مثلا 1 ماه 2 ماه خیانت میکنی بهش؟ نه. نه. بذار دروغ میگه. چرا انقدر تاول تو هنوز دومشکی. چرا انقدر از سیسش مشخصه که دروغ میگه. چرا باید تو دروغ بگی؟ دروغ قیافم میگی؟ غلط تو اندازه الان 50 تو رابطه اینجایی الان چجوری داری؟ تو خودت چی می‌بینی ما نمی‌بینیم تو؟ من نمیدونم شما تو خودت چی می‌بینی که داری اینجوری با من صحبت می‌کنی. میگم بیشترین هزینه، بیشترین مقدار کادویی که واسه یه خانم گرفتی که پارتنرت بود چی بود؟ چقدر بود؟ میشه کادو چی دادی؟ بیشترین مبلغش هزینه‌ش؟ مبلغش که یادم نیست ولی یه گردنبند بود. طلا؟ واقعا؟ طلا دیگه. آقا من چی بگم؟ احتمالاً این 2 گرمی از جدیدن اوکی شده، از اونا بوده. حتما زیاد از اونا داشتی که گرما رو خوب بلدی یا با صوت و 2 گرم و مثلا 10 صوت. شما سوال دارین؟ با تو هیچ تلکون نیست. شما سوال دارین؟ سوال نه. شما که شما سوال دارین ازشون؟ ماشینشون چیه؟ آها ماشین 207. 207. علی 207.
نباید 207 رو میگفتی. 2 تا دارم رنگ‌های مختلف. خیلی تا اینجا خوب پیشرفت بودیم همین. عالی بود. حالی هستی دمت گرم واقعا. من بپرسم بچه‌ها ماشیناشون چیه، شما ماشین چیه؟ استیوی بنز استیوی C200 C200 S200 2000 چند؟ با بیرنگ هم هست مثل این شما S300 206 206 تازه خواهی یه دونه هم پایین تر بودا. من گفتم دیگه 405 دارید 200 تا بالاتره. ببخشید یک بار دیگه. آمار پسرها تو 206 207 خیلی خرابه، سفید و مشکی جفتش. من جفتش هم دارم من که لو ندارم. مرسی که تا این لحظه کنار ما بودی. از ارزش‌های تو هیچی کم نمیشه. صحبتی با بچه‌ها نداری؟ نه. شما چرا کنسل کردی؟ مدل موهاتون مدل موهای خودتون رو دیدین؟ ببخشید. زشته. آره ولی لنز و از چشات درار. خوشگل نشد. آره نه خوشگل دوست ندارم. خیلی خود روژمونه رو ازن نمیخواد ایراد بگیری. ولی من اگه یه سوزن داشتم شما رو می‌تونم. بابا همین جون چی شد؟ قدر نمیدونن. چرا همه پوکوندن پادکنکارا؟ زرگر شناست قدر گوهر و گوهری. گوهری. گفتی ماشین چیه؟ ضعف. با این سویچ پراید تو جیب همین. نه من مسیر رو مسافر کشی میکنم تا اینجا. جدی؟ آره. دانشگاه هم میری؟ گفتم خالی نیام. دانشگاه بله. و چرا خالی میبندی آخه که اینطوری کنسلت کنن؟ رشته‌مو نمی‌پرس. رشته چیه؟ تربیت بدنی. همونو ادامه بده. تربیت دارم نه بدن. همونو ادامه بده همینجور. آره، بچه‌ها همه ترکوندن. دیگه باید. ولی دیگه دروغ هم نگو خب؟ نه دیگه ساعت فیک بود فیک. آره همه چیز. خیلی خوب. آقا با تشویقای شما میریم نفر دوم معرفی کنیم. من شما رو میشناسم ولی خودتو برای بیننده‌های ما یه بار دیگه معرفی کن. سلام خدمت همگی، من امین طاهری‌ام، بعد 19 سالمه. همین دیگه. 19 بلگرم هستم. گوگلی 19 ساله چه همین. آقا به افتخار همین یه دست بزنید. درآمد اصلیت از اینستاگرامه. بله. ماهی چقدر؟ معلوم نمی‌کنه دیگه، شما خودت هم می‌دونی، یا ما کمه یا ما زیاد. خدا بده برای که من که نمیدونم. من در راه رضای خدا دارم کار میکنم. بله. تو رابطه ای؟ من نه. نه. چند وقته تو یعنی کات کردی کنسل شده رابطت؟ یه 3-4 ماهیه. 3-4 ماهه. اون رابطت دوامش چقدر بود؟ طولش، مدتش؟ 5-6 ماه. 5-6 ماه. وقتی با اون خانم بودی بهش خیانت کردی؟ بله. بله. من راستی رو بگم. شما برای چی کنسلش کردی؟ هم به دوست دختری که داشته خیانت کرده، هم که اصلا قدی به هم دیگه نمیخواد. سنی هم که سنی هم کوچیک‌تر ببخش. من عذرخواهی میکنم. خب پس خیانت میکنی؟ نه مثلا یه گول خوردم. گول خوردی؟ آره. یک بار دیگه جالب بود. یه بار دیگه من گفتم گول تو رو نخوره. خب اشکال نداره. یه فلفل نبین چه ریزه بشکن درشتاشو سوا کن. این که با یه دختر خانوم بخوای تو رابطه باشی چقدر براش زمان میذاری در هفته در ماه؟ من اگه واقعا دوستش داشته باشم هر روز هر ثانیه پیششم. چرا؟ کلاً من کودک آزار نیستم. من دوست ندارم پسر هر روز منو ببینه. از چشم میفته. آها. ماشینت چیه؟ من 207. 207 داری؟ 207 داری؟ بفهم خواهش میکنم. جا؟ آشپزی بلده؟ آشپزی بله. آشپزی بله. آشپزی بله. خیلی عمالی. همه چی هر چی شما بخواید. شما بعد سوال من عروس تو ننم داره میشی؟ پس عروس ننم میشی؟ نه. ای جا والا من اصلا گوگلیه دلم نمیدونم کنسل کنم. کی دلش میدونه کنسل کنه؟ جای پادکنک باید تیوب میدادی من میتره کنم. قشنگه. خب خودت سوال داری از بچه‌ها بپرسی. بچه‌ای که بادکنک نتره کندن از اینا میتونی سوال بپرسی. بچه که باید کنک نتره کنن چی بگم خب؟ من حقیقت نتره کنم گفتم رویش تاثیر داره. آینده شما تو روی من تاثیر بذاری شما اونو بهتره کنی من به قرآن میام کلام بزن مالا ای چی قول ببرم تو لاتی پادکن برای من.
اینجا روزی 10 تا شد دایرکت اومد آقا. ای قربونت برم من گوگلی مگولی تو. خب کسی سوال نداره؟ چرا من سوال سوال داره بفرم خواهش می‌کنم. کراشش رو بلاگرای اینستاگرام کیه دخترم؟ کراشم خیلی حاشیه سنگین میخواد برات سختی ایجاد کنم. چی بگم آخه حالا بلاگرای اینستاگرام خارجی هم میشه دیگه. نه آقا گفتی بلاگرای اینستاگرام ایرانی ایرانی ندارم نداری تو خوشگل نیست داره خوشگل نیست عاشق شدی؟ عاشق قبلا آره دیگه کلا تو زندگی آره به عشقت رسیدی؟ آره رسیدم ما دوباره کات کردیم چند وقت باهاش بودی؟ 2 سال 2 سال فکر کنم میشناسمش آره؟ آفرین هنوزم فکرت پیشش هست؟ نه دیگه بهش فکر نمی‌کنی. خب دوستان کسایی که بادکنک دارن میتونن بادکنکاشون رو بترکونن ولا غیر که امین بیاد این کارو بکنه بترکونه یه نفر انتخاب کنه اگه دوست داشتی. خب مرسی. دلت نشکنه خوشحالت میخوام بکنم خدای شکر تو که 100% با همین ترکون خوشگل نیست دارم خب من یه سوزن دارم اینجا شما هم میتونی بادکنکیشو بترکونی هم میتونی بادکنکیشو نترکونی و باهاش بری یه دیت خوب. خب بفهم. من چون کلا رابطه اینا دوست دارم شما رو میترکم خودم بعدا میفهمی چه اشتباهی کردی. کجا رفت؟ خودشم خواهر کرد چرا رفت؟ همینجور خسته نباشی. شکر داشت سلامت باشی. برای چی کنسلت کردن؟ با من چه میدونم همه پلنگ مثلا پلنگ باز نیستم واقعا چی بازی معمولا؟ نچرال گوگلی ریزه میزه مثل خودم باحال باشه اینقدر من چیکار میخوام بکنم نداریم باید سفارش بدیم واسط بیارن اگه بزن یه دونه خیاط داریم اتفاقا ولی اینقدر سختگیر نباش. سختگیر نیستم دیگه دیدم 2-3 تا ترکوندم گفتم من همه رو بهتر کنم بابا اینو نگه چی بگه همشون ترکونده همینجا بیا بریم. خیلی ممنونم مرسی. آماده واسه نفر بعدی یه دست بزنید مهران عزیز خودشو معرفی کنه. مهران شاهپری متولد از سال 72 فوق لیسانس تربیت بدنی دانشجوی دکترا. مرسی دم شما گرم. از طریق رشتت داری کسب درآمد می‌کنی؟ مربیگری هم میکنم. مربی کراسفیت و پارکور. میشه بدونم درآمدت چقدره؟ از مربیگری 40-50 تومن. 40-50 تومن. الان تو رابطه ای؟ خیر چند وقت از رابطه اومدی بیرون؟ فکر کنم 6 ماه. همدیگه رو دوست داریم. خب ول کنی 6 ماه. وقتی یه خانمی رو اولین بار میبینی چه چیزیش برات جذابه و تو رو جذب خودش میکنه؟ نچرال بودنش. یعنی دختر عملی؟ کنسل. فالوینگ های دوست دخترت اگه یعنی دوست دخترت پسر زیاد فالو کنه ناراحتت میکنه یا نه؟ خب نه پیج خودشه. مهم اینه که تیک و تاکی نباشه. آقا من حامد رو دوست دارم فالوش میکنم. آها حالا من برد پیت دوست دارم فالو میکنم. ببین اشخاص معروف منظورم نبود. هر پسری رو فالو کنه مشکلی نداره و استوریایی که میذاره اونها میبینن دیگه. نه هیچ مشکلی نداره. دوست دختر شما پارتنر شما دوست پسر اجتماعی داره که باهاش شاید بره کافه بره دیت یعنی بره بیرون راجع به کار صحبت کنه راجع به رفاقتشون صحبت کنن. نه دیگه این دیگه نمیشه دوست دختر میشه دوست دختری امت. ما مخالف این موضوع هست. بله این یه دونه دیگه. چقدر وقت میذاری واسه دوست دختر در هفته؟ فقط پنجشنبه جمعه. چه چیزی؟ چرا؟ بعد واسه من چهارشنبه هم وقت میذاشت کنسل شد. نمیدونم جواب بدم. بله خب ببین من خیلی سرم شلوغه خیلی کار میکنم همش تو سفر این ور اون ور حالا صبح شاگردا نمیرسم اگه بگم چهارشنبه پنجشنبه جمعه دروغه هفته دوم میگه کجایی میگم سر کارم اون 2 هفته دیگه میخواد کنسلش کنم یا اول کنسل کنه بهتر یه ذره سرم بعد شد که من نمیدونستم انقدر سرت چوله. یه بادکنک بیاری واقعا یه بادکنک لطفاً پشیمون شد. نه بادکنک نیاریم اوکی.
سوال بعد. قد دوست دخترت برات مهمه؟ دیگه بالاخره یه جوری باشه که وقتی میریم توی خیابون همه نگن دختره چه پسری داره، بگن پسرم چه دختری داره دیگه زیاد بود. اعتماد به نفس کاذب داره سلطان. این دوستمون خدا رو شکر منو کنسل کرد. بگو چرا؟ چرا؟ چون اگه به من زنگ میزد پشت تلفن ببینم بابام زنگ زد، گفتم بابا جون جونم. خدا رو شکر تو رو کنسل کردم. بگو چرا؟ چرا؟ چون من اینجوری موها رو اینجوری میدم که تا پیدا کنم. میدونی خودم بعدا میفهمی. من بابام روزی 2 بار زنگ میزنه دیگه، بیشتر هم کافیه. خدا بابا رو حفظ کنه ان شاء الله. ایشون اول پشم بودن بعد دست و پا در آوردن. خب شما میشه تو کلا کنکری. حالا بگو چرا؟ دختری که تتو داره کنسله. چرا؟ چرا؟ شما تا حالا دیدی روی بنز برچسب بچسبونن؟ نه، ولی رو 206 و 405 میچسبونن. حالا همه میخوان کنسلت کنن که با این حرف. نه حالا شاید هم به تتو نداشته باشن که. اون دیگه سلیقه‌ایه دیگه. سلیقه هر کسی یه چیزیه دیگه. بله. سوال داریم بچه‌ها ازشون بفرمایید. تا حالا عاشق شدین؟ خیر. عشقو تو چی میبینین؟ فقط مادرم. ها به افتخار همه مادرها. چقدر تو این برنامه از مادرها یاد شد، من نوکر همه مادرها هستم. بچه‌ها سوال دارین؟ من یه چیزی بگم آقا. خواهش به می‌کنم. نظرم دختری که تتو داشته باشه خیلی گنگه. بعد بری علمشو داشته باشی. این چیه؟ سوال دارین؟ سوال؟ بفرمایید. ماشینتون چیه؟ کی پرسید؟ ایشون. شما پرسید. من ماشین ندارم. نداری؟ خب کنسله. کنسله. چرا ماشین نداره؟ چون ماشین نداره. ماشین شما هم کنسل کردین؟ شما بود کی الان زد؟ من چرا؟ زدم به خاطر ماشینش نه. به خاطر تایم نداره، فقط پنجشنبه جمعه هست. خیلی پسر خوب. خیلی پسر خوبی. میگه من شنبه تا چهارشنبه دارم کار میکنم، زحمت میکشم. اون دوستی که گفت ماشین نداری کنسله شون. من ماشینمو فروختم. حالا تو که هم داستان زندگی رو میدونی، اگه بشه یه 2 ماه دیگه ان شاءالله یه جی وارد میکنیم دیگه. بله. یکم زود ان شاءالله که یکم زود عجله کردی تو زندگی. ان شاءالله که موفق باشید. شما سوال دارین دوباره ازشون؟ بله من خواهش میکنم. آخرین بار کی تو رابطه بودی؟ چند وقت پیش؟ خب ایشون هم مثل اینکه پلانکتون هستن. 6 ماه پیش من اعلام کردم اول 6 ماه پیش. خیلی بیادبه. نگفتم پلانکتون، پلانکتون یه موجوده. عمرش 5 ثانیه است کلا. و تو همون 5 ثانیه همه چی فراموش میکنه. موجود عجیبیه. سوال آخر اینه که سوزن باید بریم. سوالی کنم ازت؟ بله خواهش میکنم. من یه گنجیش دارم خونمون. خب بعد 2 تا تخم داره. میشه بهم یه کمکی کنید بذاریم رو موهای تو زندگی کنه؟ خانم جان بدید من جوابشون بدم که دیگه نخواد ادامه بده. سکوت قشنگ‌ترین جواب. خیلی سنگین بود. یه بار دیگه. میگم خیلی سنگین نه بود. وزن تاثیرگذار بود. شما وزن خودتون رو میگید نه سنگین. وزن موهاتو میگن. مو که جلو وزنی رشد نداره. گرفته. جلو رشد گرفته. یه توضیح بدم. حالا بگذاریم ما که کنسلیم مثلا کاری نداریم، ولی کاش که دخترامو یاد بگیرن ورزش کنن. حداقل وقتی صحبت سبک سنگینی میشه یه استایلی از سبک سنگینی. حالا شما یا با آرشگاه غریبی سلمونی برو. سلمونی برو فلان اینا. بازم باید بگم که حتی اگه بحث آرایشگاه هم باشه من بیشتر از شما آرایشگاه میرم. این مویی کم میگه الان اینجوری وایساده. آرایشگاه زنونه دیگه. آره میگم. اتفاقا آرایشگاه هم واقعا زنه. بعد دست به کجای موهات میکشه اون وقت؟ میخوام اینو بدونم مهمه. بچه‌ها گفته به کسی نگو. آفرین اینم تاثیرگذار بود قشنگ بود. خب یه دونه بادکنک داریم تا دعواتون نشده. شما نگه می‌داریم بادکنکتون رو. بله مرسی. من یه مرسی متشکرم. یه سوزن به شما میدم. مهران عزیز پسر دوست داشتنی، میتونی نگهش داری، با هم یه ملاقات دیگه ای داشته باشی، میتونی حذفش کنی. و آقا همتون گرم، ولی من دوست داشتم یه بار اینو تجربه کنم و تجربه قشنگی نبود. امیدوارم که هر جا هستید موفق باشید. بادشو خالی نکنی دور بزنی. یه بار دیگه میگم بادشو خالی نمی‌کنی دور میزنی. برانجو خسته نباشی. دورت بگردم. بذارم صفحه چندمی؟ پیدات کردم. داداش کنسل شدی که.
عیب نداره خدا کنسلت نکنه. ای والا گفتی چی میخوام وارد کنم؟ یه جی کلاس. داشی فعلا این سویچ پرایدو بگی. یه موتور دارم ها. نه با سرد هوا با پراید دورگان تا جیو با هم وارد کنیم. خیلی مخلصم بران جون. بریم واسه صدای دسته دوستان نفر بعدی رو معرفی کنیم. همین خودتون معرفی می‌کنی؟ معرفی کنم؟ بله. امیرا آخه خطرناکم. یه سوال دیگه هم بپرسم. ماشینتون چیه؟ 206. بله دوستتون ترکوندم براتون. راضی نبودی. بله. خودتون معرفی می‌کنی؟ امیرم 26 سالمه. کارم خرید و فروش ماشین. شما در قبال ترکوندن ایشون جوابی نداری؟ نه دیگه در حد نیستم من جواب بکنم. آخ چیزه. کمرم گرفت خیلی جمله انشالله خوب سنگین بشی. بود. چند وقته تو رابطه ای؟ نه. چند وقته کات کردی؟ 2 سال. 2 سال. تو این 2 سال با هیچکی نبودی؟ نه. بهترین هدیه که به پارتنر دادی چی بود؟ گوشی گرفتم. گوشی آیفون 13. به دم شما گرم. عاشق شدی؟ نه. نشدی؟ نه. انشالله بشی. انشالله. عرضم به خدمت شما که خیانت از دوست دخترت ببینی ریاکشنت چیه؟ قاعدتا کات میکنم باش. کات میکنی؟ آره برخورد دیگه. سرد. دیگه باید تو موقعیتش قرار بگیرم. یعنی اگه کات مثلا- خشک و خالی یعنی نیست. دعوایی هم هستی. آره، سر دعوایی. دوست دختر دعوا هم میکنی. بستگی به آدمش داره اگه ارزش داشته باشه. 100% ارزشش داره که تو رابطه ای دیگه. 100%. چرا؟ به احترام رفیقم 2 دقیقه سکوت. به عشق رفیقم اصلا بابا کاری از اصلا. اینجا نبود. جفتتون ترکوندی. آره دیگه. ما به دارم احترام بهتر سوال رفیقتون. احترام به احترام شد دیگه. بی احترامی نشه. نظرتون راجع به ترکوندن بچه‌ها؟ نظری ندارم ولی منم بودم ایشونو میترکوندم 100%. چی بله. خیلی سیس میگیری چرا؟ دیگه سیسشو خیلی تو دارم خودتی میگیرم. دیگه. آخه قیافه گرفتن قیافه میخواد تو نداری خدایی. شما داری. خداییش. آره. بله چرا؟ دیگه سیس نگیر جاش نیست. یه لحظه بخشه بابا. سیس شبیه سیسمونیه. دختر نچرال یا عملی؟ 100% نشد. 100% نچرال. اینجا نمیبینم. چرا آخریه نچراله؟ چرا؟ اینا که میگن نچرال چرا با دختر عملی دوست میشن؟ من با دختر عملی دوست نمیشم. یه لحظه بچه ها فالو میکنن تو دایرکت این دختر عملی ها خوابیدن همشون. ژیان زاپاس داره. نشرالو دوست داره. خونه. خب شما ژیانی زاپاست هم داری دیگه. پول داشته باشن باید خرج خودشون کنن دیگه. حالا هرچی میتونه باشه. قیافه هم میتونه باشه. دیگه باید هزینه کنه دیگه این خدایی. یه دونه 13 خرید. شما سوال دارین؟ شما؟ چا؟ آشپزی بلدن؟ ایشون فکر کنم چیزه. شما آشپزی بلدم. کنم تو بلد من نیستی؟ شکم هم نه بلد نیستم. آشپزی بلدی؟ بلدن. خودت سوالی داری از دوستمون یا از دوستان بپرسین؟ ملاکشون برای رابطه چیه؟ ملاک تو. بله خواهش میکنم ببخش. من اصلا پارتنرم تعهد داشته باشه و راستگو باشه. سوال دیگه ای داریم بپرسین؟ امیره ببخشید. چی امیره 206 داره داستان. همه امیره که بسته همین چرا همشون مثل همن آماراشون خیلی بده. خرابه. شما؟ من خودم پارتنر یا امت پارتنر نمیگردم. همین که رفیقم گفت دقیقا. شما؟ مرسی. نه خواهش میکنم. امیر جان دور سرت بگردم یه بادکنک داریم شما نمیتری کنین یه بادکنک دارم تو یعنی یه بادکنک مونده میتونین احترام بهشون بذارین با هم دیگه ملاقات یه کافه برین میتونین بادکنکشو بتره کنین نه من احترام میذارم بهشون نمیترکونم مطمئن. به یه دست قشنگ میگم بس بالشو خالی نکرد یه دور بزنن مبارک آقا بچه‌ها رو تشویق کنید بفرمایید نه شما فقط مخو زدی بالاخره نه آره دیگه پسر باید اینجوری با جذبه جنتلمن برونزه درست میگم بله. شما ناخوناتون بود یا با سوزن میترکوندین نه ناخونام بود. مبارکتون باشه بفرمایید سلامت باشید دست من درد نکنه آره دیگه سیس محبت شما کردیم. اومدی دست نه. من برچی درد نکنه فدات بشم
تا اینجای برنامه اوکی بودم به چیز اوکی. تو رو خدا این نفر بعدی رو نتره کنی اذیتش نکن. بچه‌ها با صدای دستتون نفر بعدی تشریف بیارن. دورت بگم خودتون معرفی می‌کنی؟ من سینا هستم 28 ساله واردات کتونی لباس. دورت بگم یکم اینورتر من سوالمون شما برم. 28 ساله. 28 ساله. مجرد. بله. مجرد تو رابطه هم نیستی. نه فعلا. درآمدت چقدره؟ اگه کتونی خوب بیاد 300 400 میلیون. 300 400 میلیون. باریکلا باریکلا. یه ماه دو ماه. باریکلا خدا رو 100,000 مرتبه بشکر. چقدر هزینه میکنی برای پارتنرت توی یک ماه؟ در کل اصلا کلا هزینه کن هستی؟ من کلا شبا باید برم بیرون دیگه. چرا تا دیر وقت تو مغازه ای؟ صبح پا میشم تا 1 باشگاه بعدش مغازه و 10:30 شب باشگاه میری؟ یه سوال چون بله خواهش کنم بفهم. خب ساعت چند وقت دارید واسه پارتنرتون؟ 10 9:30 تا شبا چون ساعت 11 میخوابم نمیتونم اصلا. خب من فروشنده هم دارم اگه مثلا قرار من رو بخوام برم خب اصلا این روزا نمیرم. خیلی دیر گفتی. ریش داره میگه موهات هم کنسله میگم. به خاطر ریشاشون؟ بله. شما من سر تایمش سر تایمشون سبزه ای بعد با کی بودین؟ باشون میگه موهات زشته میگم از خودت هم باشه. من کلا سوزنم رو میندازم اونور چرا؟ چون سوزنم روش گیر کرده. شما چرا؟ چون سوزن رفیقم گیر کرده. به خاطر رفیقش کنار میکشه، به خاطر سوزن رفیقتون. سوزن خودم دارم تو باشه. چشای منه. کی؟ سپیده. دوستتون. نه خب بله خواهش میکنم بفهم. از الان میگم من سرجایزی هم میتونی من شما رو هیچ جا نمیبرم. کنسل کن. نه که نیست باتکنکی نیست اونشون ترکونده. قراره بهت تلفن تو با چرا؟ نه واقعا سواله. من ریشاشو دوست دارم ولی اگه کنسلش کنه سرجایزیه رو کنسلش میکنم. حالا ادامه داره صحبت خواهش میکنم اجازه. نه ببین داری خیلی سریع برخورد میکنی. هیچ بادکنکی نیست الان فقط ایشون میتونه شما رو احیا کنه. فقط با این یه دونه بادکنک. نمیدونم چرا میخوام با اون دعوا کنم. نه دعوا نداشته باشه. بله. یا به دعوا نمیخوری آخه بابا. بچه کیاشر باخت نمیده. بچه اسلام شهر باخت نمیده. خب تا دعوا نشده من چند تا سوال دیگه بپرسم. اون کلاه بهت نمیاد. خودم رفته. اون لباس آبی هم به تو نمیاد با اون قیافه. خودم رفته. به منم ربط داره چون من خواهر عروسه. کنار میای یا نمیای؟ کنار بفرستیمت بری. کنار میای؟ از کنار برات کنم بذارم میشه برم داره؟ ببین دیگه به سوال نمیرسه دیگه. من الان یه سوزن یه سوال بپرس از من بعد من بهتره کنم. میخوای بهتره کنی؟ آره. باشه حالا هر چی اون با سر. اون میخواد بیاد. یه لحظه آقا ببخشید. بفرمایید خواهش اون میکنم. به درخت میگن با ایشون. آره دیگه. باش. من یه سوزن به شما میدم. خب. از قبل این به تلفن تلفنم چون کلا کنسله با رفیقم کنار نمیاد. نه نمیام باش. اصلا با ریشاتم حال نمیکنم. من بچه اسلام شهر رو با واقعا دوست ریشاتم حال دارم. نمیکنم. ریشات لاتینی سوسولیه. من بچه اسلام شهر نمیتونی واقعا بچه دوست اسلام شهر دوست نداشته باشی. اصلا کلا دوست داشتنی ان بچه‌های جاده ساقه کلا دوست داشتنی ان. همه جا دوست داشتنی داره. سینا جان یه چراغ قرمزت هم ترکوندن. البته باید نودم سر چون بادکنکی قرمز بود. آره واقعا. آمدی جانم به قربان. نه اون یه چیزیه بود. ولی مرسی فکر که کنم اولیه اگه میگفتم تایمم زیاده اوکی بود. فکر نکنم. یه بادکنک بهش بدید بچه‌ها. خیلی اولی خدا رو کنسل شدی. خداشو کنسل شدی بابا. آقا واقعا این تو دلش هیچ مونده حرفی بود. نداریم. این تو دلش مونده بنده خدا. من بعدا یه بادکنک برات می‌کنم. بله. میگم به دل اینا کار داره؟ اورولوژی مگه؟ میگم خوشگل دوست داری؟ با همین خوشگل دوست داریم و شما رو بدرقه با هم می‌کنیم. بریم. با هم بریم. بچه‌ها به افتخار سینای دست بدیم. خسته نباشی آقا سینا. قربان شما. پر اومدی کمباد داری میری چی شو؟ لیاقت منو نداشتن. بابا خوردنت که اینو اصلا هیچی نگفتی آخرش. آخه گفتش بچه اسلام شهرن دیگه من دوستشون داشتم. بابا هنو داره تون میزنه اون دوتا وسطی ها چیکار کردن با؟ وسطی ها آره خرابم کردن.
اشکال نداره اشکال انشالله دیتای بعدی. مشی تو الان رو در رو بودی نتونستی. میگم میبینمشون. خیلی مخلصم سینا جون. اصلا خداحافظی. میگم بابا شل کنیم با یکی اوکیش این دیگه داره تموم میشه. بریم با صدای تشویق شما نفر بعدی. خودتون معرفی میکنی؟ ابراهیم نظریان 27 ساله از کرج. شغلتون؟ جیگرکی بله. جیگر دوست نداشت. آره من جیگر دوست ندارم. یه ذره سر دلم گیر میکنه. درآمد ماهیانه بین 150 تا 200 تومان بستگی داره به آخر هفته و بیشتر من. هزینه میکنی برای پارتنرت؟ بستگی به طرف هم داره. چقدر مثلا وقت میذاری براش، چقدر هزینه میکنی در ماه؟ ببین صبح وقت دارم ولی خب شبا جیگرکی هم دیگه. صادقانه تا حالا به پارتنرت خیانت کردی؟ صادقانه بخوام بگم آره. آره. چرا؟ دیگه بالاخره کیس بهتری اوکی شده دیگه. چرا؟ سلطان حال مالش خرابه. تنوع بعد یه چیزی خیلی گوشیتون رو میدیم پارتنرتون چک کنن؟ نه نباید دختر چک کنه گوشی. ولی پسر حق داره چک بله. کنه. پسر حق داره. یه مسئله هست. میگه من مال تو نه. میگه چی؟ تو مال من مال همه. دقیقا. دقیقا؟ ولی من باهاش حال میکنم. شما اوکی؟ آره چون صادقانه همه چیشو داره میگه. تازه جیگرم دوست دارم. حتی جیگر صاف. اصلا خیلی با هم تفاهم داریم. دقیقا. فقط بخشید من بازم بگم من سرجایزی ام مشکل که نداره. مشکلی نداره. فقط یه مشکلی هستش. من چون ماشینم چیز دو دره باید عقب وانت بشه. وانت داره به گوسفندم من. دست درد نکنه بابا. ماشینشون بالته؟ یه چیکار کنم دیگه مال بساط دیگه. چقدر مشتی داره صادقانه میگه. خیلی مگه خیلی دیگه مشی دمت گرم. اب نره من رفیقم استاپ میارم دیگه چیکار کنم. من با موتور بودم. اگه حال میکنه سترک بشینیم بریم. ستر یک راحت بود میبریمش دیگه. خب بکنم یه سوال نپرسم دیگه. من به شما یه سوزن میدم که سوزن ندارم شما ببخش. دوست داشتین بادکنکیشو بهتره کنین، دوست نداشتین یه دیت با هم برین دیگه. یه بچه اسلام شهر باشه و مشی دیگه چی آدم میتونه بگه. اوکیه؟ بزن افتخارش بزن. ببر. قضاوتش هم قبول میکنیم دیگه. ببر. نه شما نه ببر. من باید برم. نه اصلا نباش. بعدش هم دادش. مگه با یه نفر اوکی نشدی؟ چرا دیگه؟ پس چرا دو نفر اینا؟ تجاوزیشه. به مبارک باشه. مشکل دوست داره. سرجایزی دوست داره. المیرا خانم میگم 207 رد کردی، سیسپکتار رد کردی، جیگرکی دوست داشتی نه؟ شدید. حالا بیننده ها احساس میکنن ولی چه بو جیگری میاد اینجا. ولی جیگر گرونه. اگه بچه خوبی باشی میبرمش فلافلی کثیف. من پایتم هر چی بخوری پایم. من دارم سوخت میدم من برم. نه دیگه تو با موتور برو هرشون. این کارا رو میکنن که سرجوازی خودش بره. خیلی به هم میان. خیلی به هم میان. ولش کن دیگه تو این پیشواری بیداد میکنه. برو خسته نباش. شما برو اینور. بفهمیم آره بفهمیم داستان داریم. تموم شد. نمیدونم حالا ته بار یه دونه داریم نداریم دیگه اوکی شین دیگه. تو رو چون وقت منو که بستن زیاد تا میگیره. تو نرمجانی رو بره. با صدای دستاتون از نفر آخرم استقبال میکنیم. خودتون معرفی میکنین؟ من هستم 20 ساله و دانشجو. چرا؟ خیلی از من کوچیک‌تر بود آخه. وقت تو رو بستم. 100%. با خودت کم با بزن حرف بزن. نمیم 20 سالتون آقا نیمای عزیز. آقا نیما نوکرم شغلتون؟ من شیفنان دانشجوام از حساب بانکی بابام استفاده میکنم. خدا بابا رو حفظ کنه معذرت جانم. چه وضعشه؟ خودم بعدا میبرم. هم قدی همین که دستش تو جیبه. باباش خب زحمت کشیده. من برخرجشو بدم. خب بابای زحمت کشیده که پسرش تو آسان. جیب بابام خیلی باید بزرگه. بدون کار کردن. یه جیب بابا چقدره؟ خیلی بزرگه. اگه میشه من لازم جیب بابا. جا برام. من سلیقه خودم اینه که پسر اگه رو پای خودش وایسه آقا نیما خیلی خوبه. ولی ببخشید ولی اون بابایی هم که زحمت کشیده باید بچهش عشق کنه دیگه. بد نیست به نظر من. ماشین چی داری؟ اسپورتر.
داداشمی دیگه چه خبر؟ پشیمون شدی؟ نه تقریبا. دوست دختر نداری نه؟ من خیلی اصلا باید تعیین تکلیف بشم، حالا ببینیم کدوم یکی از اینا حالا که ترکون زرنگ‌تر باشه. چون خیلیه که فقط من موندم چی موقع تعیین تکلیف کنی؟ توجه کنم حالا ایشون می‌بینی؟ زرنگ بود دیگه. پنگول باز در باید کنن ترکون کی رو باید ترکون کنی؟ آقا نیمای عزیز، آقا نیما واسه دوست دخترت هزینه و وقتم میذاری؟ آره اگه واسه داشته باشم وقت بیشتر میذارم. بابا داری اون یه دونه رو خاموش می‌کنی نکن. یه نه خواهش می‌کنم. پشیمون نشید. واسه پارتنرتون هزینه میکنی؟ بله. چقدر؟ زیاد. هر شاید که جیب بابام یاری کنه دیگه که یاری میکنه تا صبح هست. چون به نظر خوندن اگه یه روز توی گوشی پارتنرتون چیزی ببینی که معنای خیانت داشته باشه چی کار میکنی؟ یعنی چه عکس العملی داری؟ هیچی، میرم سراغ بعدی. بله. نه خب واقعا راست میگه. من یه صحبت بکنم. بله خواهش می‌کنم. میگم بعدی رو خیلی قوی اومد. قبول داری؟ خودت سوال نداری از ایشون؟ نه ایشون به نظرم دختر زرنگیه و لایق این هست که بریم دیت دوم منظرم. بله خواهش می‌کنم. قراره دوتایی با هم دیگه دست کنن تو جیب بابایشون. چرا جای من تصمیم میگیرشون؟ شاید من نخوام دست بکنم جیب بابایش. خب دست کن تو جیب من. شما از سوالی دارین؟ نه سوال. نیما جان من یه سوزن در اختیار شما قرار میدم چون خیلی سریع رسیدیم به این مرحله. یه سوال نپرسیدم. میتونین بتره کنین و میتونین با همدی بریم واسه دیت بعدی. من احترام میذارم و میریم واسه دیت بعدی. بزن به افتخارشون. مبارکه. ببر خیلی خوشحال شد. ببر خدا شما موندیاره باش نه آرامیس رها سفیده دانویس ها براتون دارم هماهنگ میکنم. یه دونه باطل استش بزنم. یه دونه هم مثل که این خیلی سنگین واسش بستن. خدا دنبال چی میگردی سفیده؟ همه رو کنسل میکنی؟ زیر بغل مار پیدا نمیشه که. پیداش میکنم. فایت کنی باش نه؟ ماشاءالله. شما چی؟ ما تنها به این دنیا اومدیم، تنها از این دنیا میریم. اینو نگه چی بگی؟ یه عقاب همیشه؟ مگه من عقابم؟ نه تو 3 عقاب گرفتی. بابا منو که دیگه نمیخواد کنسل کنی. من تو داستان نیستم. آره باید کن اگه من نفر اول دیده هی میزدم جیب. ماشاءالله حالا حساب نگیر. یه دقیقه شما چی؟ شما دنبال چی میگردی؟ تایپ هم نبوده. شما پرواز کنید دیگه حساب نمیخواد چون یه عقاب. خیلی مخلصم آقا چاکریم. خیلی مخلصم خسته نباشید. آره میگم مرسی که تا این لحظه ما رو نگاه کردین. خیلی مخلصم.